در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروغ ساکنان به استقبال استقلالیت وطن کیچه و پس کیچه های شهر را تمیزکاری نموده، کارهای سازندگی و بنیادکاری را وسعت بخشیده، فضای آن را با دلخوشی و بالید خاطری خویش نکهت ادامه بخشیدند. در برابر دیگر چاره‌بینی هم هر روز شنبه در میدان مرکزی اساسی خاروغ، میدان پرتراوت اسماعیل سامانی، چاره‌بینی فرهنگی دایر می‌گردد که ساکنان مرکز ولایت از آن بهره برداری می‌نمایند. این نوبت اهل فرهنگ ناحیه راشقلعه در مهمانی خاروغیان قرار داشتند و برنامه بسیار رنگین را که سرشار از ترنم دستاوردهای دوران صاحب استقلالی وطن بود منظور نمودند. در زیر پرچم سه‌رنگه با شهامت ملت که یک کنج میدان اسماعیل سامانی را زیب و آرام می‌دهد، برآمد فرهنگچیان تشکیل کرده شد. در زیر صدای سرودهای وصف آبادی و آزادی سرزمین، پرچم سه‌رنگه که سر بلند هر یک تاجیک روی زمین را تجسم می‌نماید، در زیر شمول فارم وطن پرتافشانی داشت. ما مردم شهر خاروغ آمادگی جدی و افتخار 31مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دیده ایستاده‌ایم. در آبادانی دیارمان سهم ارزنده خود را گذاشته ایستاده‌ایم و بگذار در تاجیکستان عزیزمان همه وقت صلح و صلاح باشد، مردم دلشادشان زیر آسمان صاف و بی‌غبار زندگی به سر برند و من تمام مردم شریف تاجیکستان را به افتخار 31مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته بهترین خوشی‌های روزگار و زندگی را تمنا دارم و بگذار بار دیگر قید میکنم در تاجیکستان صاحب استقلال آفتابرویه امان همه وقت تنجی و امانی، آبادی، شکوفایی حکمفرما باشد و فقط تاجیکستان به پیش. در برنامه کنسرتی معاون یکم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزازاده نظام یوسفی، رئیس شهر خاروغ نظرزاده رضا شادی، دیگر معاونان رئیس ولایت و رئیس شهر خاروغ، اینچنین دستداران فرهنگ، مخلصان حافظان و سرایندگان نامی وادی شاهدره و ساکنان مرکز ولایت و مهمانان اشتراک داشتند. هر یک سروده اهل فرهنگ ناحیه راشقلعه اشتراکداران را به وجد آورده الهام بخش و روح افزا بود. باد استقلال جاوید در فضای تاجیکستان، در دل من در دل توست وطن چون عشق و ارمان. باید گفت که تشکیل نمودن برنامه کنسرتی هر روز شنبه در میدان اسماعیل سامانی در عرفه هر گونه جشن و مراسم ها به حکم عنعنه در آمده است که شهامت از پیشرفت و فضای آباد و آسوده منطقه می باشد. برنامه فرهنگی زادگان وادی راشقلعه که چون تحفه ادانه برای ساکنان و مهمانان مرکزی ولایت محسوب می یابد تا شامگاهان ادامه داشت.